به خبر فوری که همکنون به دست ما رسیده توجه فرمایید. اتوبوسی که مسافران آن تماما خانم‌ها بودند در جاده شیراز به اصفهان از مسیر خارج شده و تمام سرنشینان فوت می‌کنند. گزارشی ببینیم از همکار اعزامیمان در محل حادثه. سلام پرهام عزیز، همونطور که در جریانید اتوبوس حامل زنان افتاده تو دره و تمام سرنشینان متاسفانه فوت شدند. پس این صدای ساز و آواز و رقص چیه؟ بابا یه لحظه سر و صدا نکنید، دارم گزارش میگیرم. ای بابا پرهام، اینا همسران همین خانم هایی هستند که فوت شدن و بابت این موضوع خوشحالن، دارن میرقصن. خب پس این آقایی که داره گریه میکنه حتما خانمشو خیلی دوست داشته. نه پرهام، خانم این آقا از اتوبوس جا مونده، یعنی به اتوبوس نرسیده و زنده است و این آقا بابت این موضوع ناراحت هستند که خانمشون در بین فوت شده ها نیستند. ایران فدای اشک